بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا عند قول صاحب المتن التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. اکنون نهم شکننده ها، یعنی نهم اون کاری که باعث آن می شود یا که سببی آن می شود که مسلمان مرتد می شود، از آن عبارت بود است که کسی اعتقاد کند که بعض مردم می تواند از شریعت محمد صلی الله علیه و سلم برآید، چنانه که خضر پیغمبر چیکار کرد؟ از شریعت موسی علیه السلام برآمد. کسی چنین اعتقاد داشته باشد، چنین اعتقاد کند، کافر می شود. یعنی مثلا این کار بسیار وقت در راهبرای صوفی ها می شود. بعضی مثال گیریم پیراشون می شود که و یا نماز خوندن رو بس می کنن، روزه‌داری رو بس می کنن، طاعت عبادت رو بس می کنن. بعد می پرسن مریداشون برای چیه؟ میگن که اینها به حقیقت رسیدن. این نماز و روزه و حج و زکات اینا فقط برای من و شما وارین گمراه ها هست. فهمیدید؟ برای ما این صوفیان و این پیرای ما اینا با الله خیلی هم نزدیک شده، تازه شدن دیگه. برای اینا نه نماز در کاره، نه روزه، نه حج. اینها رتبهشون از رتبه پیغمبر هم گذشته. بنابراین کسی اعتقاد کند که از شریعت مردم بعضی کسا من مسلمانم میگوده، از شریعت محمد صلی الله علیه و سلم برآمده حق دارد گویند. بعد میگن که دلیل چیست؟ میگن که خضر پیغمبر برآمد که از شریعت موسی. واقعا خضر پیغمبر در شریعت موسی علیه السلام نبود، بعد تماما در دیگه است. از جهل میگن که معنای گپ نمیدونن، برای خاطر آن دلیلشون همین است. این کافر میشد. یکمش این که همه پیغمبر، هر یک پیغمبر مبعوث میشد، فرستانیده میشد برای یک خلق معین، یک منطقه معین، یک شهر معین. دیگه شهرها بود، دیگه پیغمبر سر کار بود، دیگه قانون بود برای ویها. شریعت موسی علیه السلام برای یک منطقه، برای قوم خود بود که با قومی یا که با خضر علیه السلام سر کاردار نبود، در دیگه منطقه بود، در دیگه جا بود. برای ما در سوره کهف می بود که بر رفت و شاگردش رفت و کاف کرد، یافتش که از اون خضر یک کارایی رنید که در شریعت این نیستند. در تعجب مون گفت که من به شرطش تو هم صحبت میگیرم در این سفر، به شرطی که چی بکردی این خیلی نگو. و طاقتش نموند. 3 کار نشون داد، 3 معجزه نشون داد. در هر معجزه هاش این چی کار است؟ چی من خیلی میکنی؟ گفت طاقت نکرد. بعد از 3م دیگه گفت نه، من دیگه تو را شریک نمیگیرم، تو طاقت نداشتی. این سبب این کار از اون سبب شد که یک وقتا موسی علیه السلام در خطبهش برآمد کرد، گفت که یک کس سوال کرد، پرسید که یگون کس در روی زمین داناتر هسته که از تو هم داناتر باشه از خلقها؟ گفت که نیست. گفت نمیدونم. یعنی یگون کس نمیدونم و باید که الله اعلم میگفت، الله میدونه، ممکن باشد میگفت. لیکن با الله سبحانه و تعالی ور عتابش کرد، گفت که هست، از تو هم دوناتر کسا هست. گفته مثلا بعد بردش و شاگردش رفت با خضر واخر کرد، دید که واقعا علم خضر در ساحه خودش بلندتر بوده است. مهم یعنی همین جاهل ها دلیل میبرند، میگن که انا خضر برآمد که از شریعت موسی بیرون بود. هم به پیرای ما هم اجازه دارن، یعنی حق دارن که از شریعت محمد برآمده بینمازی کنند یا که گفت قانون نو تشکیل کنند در دین اسلام. خب با اینا جاهل هستن از این قصه. یکم دوم جاهل هستن، نمیدونن که پیغمبر علیه السلام با 5 خصلت دادگی است که خودش پیغمبر علیه السلام میفرماد که حدیث صحیح در دیگه پیغمبرها به دادگی نیستن. یکی از اون خصلت ها این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله الله تعالی
منه پیغمبری من برای عموم کرده است، یعنی همه به عام آمدگی هستم. پیغمبرانی که پیش از من بودن و ها خاص به یک قوم به یک محله به می آمدن، یک جا به می آمدن، اما پیغمبری من برای انسان و برای جن ها برای همه هست. بنابراین یعنی یگون یهودی یگون نصرانی حق و حقوق ندارد که از شریعت بیرون کار کنه، باید که دین و آیین پیشینی خودش پرداخته به اسلام داخل شود. و یک وقتی که یهود و نصرانی ها از دین اسلام بیرون به اونها واجب است که دین پیشینی خود پرداخته به اسلام داخل شوند، و شما چی گمان دارید که انسان در درون اسلام ایستاده با یک رتبه می رسیده است که حق دارد که اسلام براد و اسلام بیرون کار کنه، از شریعت محمد صلی الله علیه و آله بیرون کنه، یعنی به طریق اولا نمیتوند. اکنون مفهوما کسی این اعتقاد داشته باشد باوری داشته باشد کافر میشه. نه. وقال الشارح الشيخ حفظه الله تعالى: التاسع من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني نهمش کننده آن است که کسی که اجازه فرماید برای یگان کسی دیگر برآمدن را از شریعت محمد صلی الله علیه وسلم چی میشه؟ کافر میشود. برای چی؟ لأن الله بعث محمدا صلی الله علیه و علی آله و سلم الى الناس کافه. زیرا که الله سبحانه و تعالی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم را فرستانیده است به سوی مردم کافه، کفایت کننده برای همه. و اوجب طاعته علی العالمین، و اطاعت این پیغمبر به تمام جهانیان واجب فرموده است. در جهانیان داخل می شود، یعنی که انسان ها و جن ها. میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را همچون رحمت برای تمام جهانیان، یعنی برای جن و برای انسان ها همچون رحمت فرستادگی است. معلومش است که کسی از جن ها و کسی از انسان ها از اطاعت پیغمبر برایند و ها از رحمت بینصیب میشوند. فهمیدید؟ یک مهربانی است برای همه جهانیان که مثال پیغمبر علیه السلام برای اونها پیغمبر شده آمده است. و فرمود و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا، ما تو را فرستانیدیم برای همه مردم، یعنی برای انسان ها و جن ها کفایت کننده. بشیرا یعنی تو بشارت میدهی، یعنی خبر میدی، مژده میدهی، خبری خوش میدهی. و نذیرا بیم کناننده ما تو رو فرستاندیم که کسانی که عاصی میشوند باید که تو از عذاب الله اونها را بیم کنانی، ترسانی. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، بگو ای مردم هراین من رسول الله هستم به سوی همه شما. اینا همه آیات دلالت به آن میکند که ما رسول داریم و حق و حقوق نداریم که خودسرانه در این دینی آورده رسول، در این شریعتی پیغمبر آورده که از پیش خود یگان چیز علاوه کنیم یا که از پیش خود یگان چیز چیکار کنیم؟ کم کنیم. مفهوم؟ فمن لم يستجب للرسول و یتبع هذا الرسول فهو کافر. کسی قبول نکند این رسول، اجابت نکند، لبی نگود به این پیغمبر و پیروی از این رسول نکند، فهو کافر، وی کافر است. سواء کان یهودیا او نصرانیا او مجوسیا، فرق ندارد اون کسی اطاعت نمیکردگی خو یهودی باشد، خو نصرانی باشد، خو آتش پرست باشد، مجوسی باشد، او ای ملت کن، یا کدام ملتی که نباشد. لانه ببعثته اوجب الله طاعته و اتباعه، زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی به طفیل و فرستانیدن واجب گردانیده است اطاعت او را و پیروی از او کردن را. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فإنه قد نسخ ببعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. کسی در دین یهودی بود، کسی در دین نصرانی است، البته دین او منسوخ شده است، یعنی که از حکم بیکار شده است. فهمیدی؟ و یا دین حق بودن در دور خود. فهمیدی؟ یهودیت و نصرانیت اینها یک دینی بودند که دینی که اینا دینداری کردن به طور خصوصی این رو بافته است، ساخته است و در دور خود یک دین بود. اما ببعثته و طفیل مبعوث شدن پیغمبر صلی الله علیه و آله فرستانیده شدن محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دینی ویها چی شد؟ منسوخ شد. نسخ معنای منسوخ چیه؟ از حکم بیکار، لغو شد. فهمیدی؟ با او عمل کردن دیگه اکو عبادت نیست. در دور خود با او عمل کردن عبادت بود، امروز وی عبادت نیست.
کسی وای کنه و یعنی نادرست. فلا یسع احدا ان یخرج، یگان کس را نباید یعنی حق ندارد که براید از طاعت او صلی الله علیه و آله و سلم. اما خروج الخضر، اگر سوال دهند اگر بپرسند که بعد درباره خضر چی میگید که خضر برآمد که از شریعت موسی، جوابش میگه شیخ اما خروج الخضر عن طاعت موسی فلان موسی لم يرسل الى الخضر. اما صحبت درباره آن ربط درباره برآمدن خضر از اطاعت موسی، خضر پیغمبر بود آخه، از اطاعت موسی برای چی برآمد؟ زیرا که موسی فرستانیده نشد موسی را به سوی خضر و به بنی اسرائیل و دیگر قوم فرستانیده شد. لان رسالت موسی خاصه بنی اسرائیل، زیرا که پیغمبری موسی علیه السلام خاص به بنی اسرائیل بود، به بنی اسرائیل، به یهود. و اذ قال موسی، الله میفرماید و اذ قال موسی لقومه یا قومی لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. و بیان آر هنگامی که موسی برای قومش گفت، چی گفت؟ یا قومی، ای قومی من، لم تؤذوننی، چرا شما مرا آزار میدهید؟ مراد از اون آزار چی بود؟ گفتن برای چی؟ بیان آر هنگامی که موسی برای قومش گفت یا قومی، ای قومی من، لم تؤذوننی، شما چرا من آزار داده اید؟ اگر پرسن که مراد از این آزار چی بوده است؟ یعنی قالوا عنه آدر گفتن، یعنی که یعنی عظیم الخصیتی گفتن، یعنی که اندامهای شیبیم نهانش چه بزرگ و ورم کردگی هم خیلی آزار دادن، اعوذ بالله. وقد تعلمون انی رسول الله، اینجا به معنی چه؟ تعلمون تحقیق، با تحقیق شما میدانید که من رسول الله هستم. رسول الله یکم کم و کم بوده نقصان دار نمیشه. فرسالت موسی علیه السلام لبنی اسرائیل، یعنی که اصلا انی رسول الله الیکم، این خطاب به بنی اسرائیل است. یعنی دلیل شده است که من به سوی شما فرستانیده شده هستم، به سوی خضر نه، خضر باید دیگر کس. و رسالت موسی علیه السلام لبنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل بوده است. ما هی عامتون، وای عمومی نبود است لجمیع الناس، اگر برای جمیع مردم میشد اون وقت برای کم میشد؟ برای خضر پیغمبر هم میشد. اما خیلی است. فلذلك الخضر كان على عبادة لله، برای خاطر همین خضر هم در یک عبادت برای الله بود، و این برای خودش به همون شریعتی که از طرف الله داشتگی بود به همون وی خودش بود. نعم. واختلف العلماء في الخضر هل هو نبي او رجل صالح. علماء اختلاف کردند در مورد پیغمبر بودن خضر یا که مرد صالح بودن است، یعنی واقعا پیغمبر بود یا که همچون یک مرد صالح بود. على قولان، به دو قولان، علماء به دو قولان، یعنی یک قول چی گفتن پیغمبر است، یک قول دیگر گفتن همچون یک انسانی شایسته بود. عاوز اکنون کدام قول با قوت شیخ خودش میفرماید. القول الاول انه نبی، یکم قول و پیغمبر بود، لانه عمل اشیاء لا تكون الا معجزات، چون که و یک کاری نشون داد برای موسی، یک چیزایی را نشون داد که لا تكون الا معجزه، و یا غیر از معجزه دیگه چیز نمیتوان. معجزه فقط دستی که میبود دستی پیغمبر ها میبود. اگر وای همچون یک مرد عادی نیک میبود دیگر هر یک مرد عادی این کار رو کردن نمیتوند کرد. اون کارهایی که نشون داد، سه کاری که نشون داد برای موسی علیه السلام یا چند کارا، اینا رو همش از دستی فقط پیغمبر ها میبود. مثل خریق هیل السفینه، مانند کشتی رو سوراخ کردنش، کشتی رو چه سوراخ کرد؟ و مثل ذبح هیل الولد، بچه رو کشت سرش کم. و مثل اقامته الجدار، دیواری میافتیدگی راستش کرد، الذي يريد ان ينقض، دیواری که میخواست که بیافتد. هذه امور معجزه، این کارهای معجزه هستند، لانها مبنیه على اشیاء مغیبه، چون که اینها اساسشون ببینید در اساس چیزهای غیب هستند. مثلا گیریم دیوار برای چی راست کرد؟ هم تو راستش کرد، همین مردم راست کردن میتونه خیالش موسی گویه هم تو راست کردن نه، و میدونست که در زیر اون دیوار یعنی که خزینه طلایی بود که حال کودکا که مایده بودن و دیوار میافتید بعد چه و یارو تصرف کردن نمیتونست، اون خزینه همه میدید و میگرفتش. بعد دیوار رو راست کرد که تا کودکا کلان شد با دیوار ایستاد. وقتی کودکا کلان میشوند کل پیسه رو فهمیدن میتونن یتیم بودن. بعد دیوار به امر الله میافتاد
دیوار میافته تک خزینه میبرن، خزینه پدرشون گذشتگانشون میگیرن. برای مثال یا که مثال گریم کشتی سوراخ کرد، حیران شد موسی که برای چی کشتی رو اینا بی پول سور ما کردن، یا که مثال گریم آدمای نگ ما رو سور کردن کشتی رو، یکی تو نمیدونی برای چی میکرد. یعنی اینا هر یک کاری که خضر برای یا که کودک کشت، کودکی بی گناه تو کشتی گفت و من میدونم چی میشه گفت. یعنی که مثال گریم یک اموری کرد که و امور غیب بوده، امور غیب کسی صالح کردن نمیتونه، این کاری الله است. الله باشه فقط برای پیغمبرها از امور غیب خبر میده که این کارو کن و این کارو کن. معلوم میشه که وای پیغمبر بوده است که الله وای با مخصوصا گفته است که همین کارو کن که سرش همین است، اون کارو کن که سرش همین است. مثلا کشتی را مخل میکرد وای طرف کشتی یک پاچوی ظالم بود که کشتیای آباد میگرفت. اگر اینا هم تو میرفتن این کشتیاشونو میگرفت. بچه که این سوراخش کرد کشتی عیبدار شد. آبم که میدرمد محکم کرده میرفتن. وقتی که اون طرفی بحر کشتی دریا میگذشتن بعد پاچو چیکار میکرد خبر میگرفت، میشه آدماش خبر میگرفتن که کشتی آباد باشه گریمش میگن که سوراخ کرده گه یکی کرده بود خضر کردش. اینا این سر اسرار رو نمیدونست که موسی ندونست. نه والمعجزات لا تكون الا لنبي، معجزه فقط برای پیغمبر میشود. و اصل قصه موسی مع الخضر، یعنی اصل و اساسی قصه موسی با همراه خضر درباره چی سر میشه؟ ان موسی علیه الصلاه و السلام خطب فی بنی اسرائیل، یک روزی از روزها موسی در میان بنی اسرائیل خطبه خواند. فسالوه هل هناك اعلم منك، سوالش کردن که آیا در اونجا یگونجا هستی که یک کسی از تو داناتر باشه؟ فقال له، گفت که نه. فهمیدی؟ نه یگون کس عالمتر نیست. فأوحى الله إليه أن هناك عبدا في أرض كذا وكذا وعنده من العلم ما ليس عندك. الله وحي فرستان بأو گفت که نه، گفت خطا کردی، یعنی که تو نمیدونی، یعنی در اونجا یک بنده دارن در فلان زمین در فلان جا و یه علم دارد که ما لیس عندك، در نزد تو علم نیست. واقعا موسی را گفت من قطیت گریه که من ببینم چیه، و گفت که صبر کردن نمیدونی، تو من عهد کن که صبر میکنی ستجدني ان شاء الله من صبر منه. خب نعم چی؟ فذهب موسى عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك موسى عليه الصلاة والسلام رفت إلى هذا الرجل بنازه همین مرد يطلب ذلك العلم، همو علم برای آموختن، علم آموزی رفت. دیدی؟ علم آموزی رفت. قال الله تعالى، الله تعالى میفرماید وإذ قال موسى لفتاه، باید هنگامی که موسی برای جوانش بگفت، یعنی یک خودش سفر نکرد، یک شریک داشت بود. و اذ قال موسی هو موسی بن عمران، و موسی پسر عمران در نظر دارد که نه پیغمبر بود. پیغمبری یعنی که موسی بنی اسرائیل. بیادار هنگامی که موسی گفت، برای کی گفت؟ لفتاه، یعنی برای خادمش، خادم داشت خدمتگارش. و هو یعنی خدمتگار، غلام نه، خدمتگار هم خدمتش میکرد دیگه. و هو یوشع بن نون، مراد از اون خادمش کی بود؟ لفتاه. وقتی سوره کهف میخونه اینه، وقتی تفسیر ابن حزم میگم تو سوره کهف خوندن هم در روزه جمعه لذت میبرید که این معناش چی بوده. باید هنگامی که موسی برای جوانش گفت، برای خادمش، نام خادمش چی بود؟ یوشع بن نون، یوشع پسر نون بود. لا ابرحو، چی گفت؟ گفت که لا ازال اسیر، یعنی من رفتم میگیرم. لا ازال معناش چی میشه؟ لا ابرحو معنی لا ازال، یعنی من رفتم میگیرم حتی ابلغ، تا رفته رسیدن من الى ان اصل مجمع البحرین مکان التقاء البحرین، من رفتم میگیرم از سفر نمیستم تا رفته رسیدن من به همون جایی که الله من گفته که همون جا برم، جایی که دو بحر چی به یکدیگر پیوست میشن. اینجا یک بحر میاد، اونجا یک بحر میاد، هر دوش سر به سر میزنن تا همون جا که کجایی هست الله خودش نفسر میزنه. او امضی حقوبه او اسیر زمان طویله، اگر نرسم رفتم میگیرم به زمانی درازم باشه تا رفته رسیدن، یعنی یا رفته میرسم یا که هم تو رفتم میگیرم. فلما بلغ مجمع بینهما ای ملتقى البحرین، وقتی که رسید همون جایی که بحر به دیگر رو میخوردن، مجمع بینهما، نسی حوتهما ای نسی فتى موسى ان یخبره ان الحوت اضطرب في البحر. اونا وقتی که همون جا رو گذاشتن نگاه کنه، وقتی که همین جای دو بحر اومده یک جا پیوست میشه، اومده اینجا رسیدن، برای مثال گفتم وقتی که همین جا رو میگذاشتن
نشانه همون اگه میدونن که مجمع البحرین همین جاست باید که لبلب بحر میرفتن برای مثال گفتم والله عالم این قصه بود چخله مثال باید که همون معجزهشون یکی نشانش آن بود که باید که همون ماه نیست شود ماه یعنی خودش در درون آب پرتافتنش نکنه یک ماه گرفتن برای خورد خوراک همون جنبه ماه در همین وقتی که جای درکاری رسیدن ماه جنبید و پرتاف خودش در دنیا همین رفت بعد اینا چیکار کردن احمد نداده یوشع ابن نون خبر نداده این موسی رفتن گرفتن از اون جای درکاری چی گذشتن برای می گفتید نسی حوتهما یکی دریا داشون زد که چیه ماهیشون فراموش کردن فاتخذ سبيله في البحر سربا ای جعله الله في البحر یعنی الله تعالی مثل سربی و هو الشق الطويل الانفاذ یعنی الله سبحانه و تعالی برای او جا داده است امکانات داده اون ماهی چی رفت در بحر برفت فلما جاوز وقتی که اونجا گذشتن بلغ مجمع البحرین اونجا رسیدن و اونجا گذشتن قال لفتاه موسی برای همون جوان خادمش گفت اتنا غداءنا اعتنا نتغدى أخوتم مربيه كن نصف روز خوري كنهم وهو الطعام الذي يؤكل أول النهار غذاء قلت أول روز كاي مشى أول روز يعني نصف روز فروك نصف روز مربيه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ما أي سفري أدور الدروس كو كرم مو تشنم تعب نشدم قال بعد يكي يوشع بن نون ها شو قف كي قال أرأيت إذ أوينا الى الصخره بيوده تسقف خبرت مرا که وقتی که تو التجانا وقمنا در پیش یک سنگ ما دم گرفته بودیم یک سنگی بزرگ بودم جایی که ملتقى البحرین جایی که بحر همون جایی که برای یک سنگ خرسنگ اند چی خرسنگ نه سنگ سخت خرسنگ میگه همون جا دم گرفتیم فانی نسیت الحوت من فراموش کردم چرا ماهر فراموش کردم و ما انسانیه الا الشیطان من از خاطرم برآوردگی شیطان کاری کرده که من خاطرم رو تو خبر کنم ان اذکره یعنی که بیادی تو رسولم اذکره لك واتخذ سبيله في البحر عجبا ای طریقه والها ضمیر یرجع له و پشت همون ماهی با دوباره اومد یعنی ماهر در کجا گم کرده در فلان جا همون ماهر دوباره گفتم به گشت میگه عجبا ای امرا عجیبا اذ صار الماء عليه سربا یعنی که ماهی موندگی بودش و آب اومده زدیدش آب گرفته برفتش یعنی که برفتش در تعجب موندست قال ذلك ما كنا نبغي گفت که همونی که ما طلب داریم همون جایی گفت ما گذشتیم گفت فرتد على آثارهما قصصا با دوباره نقل کنون صحبت کنون شیکا کردن گپ زنون دوباره برگشتن ارتد گشتن فوجد عبدا اومدن که در اونجا الکی که یک نفر ایستاده است این قدرتی الله مثلا چه خبر پیدا شد در اونجا همون خضر ایستاده است در اونجا جایی که ماهی گریخت نیست شد فوجد هر دوش دریاب کردن عبدا و هو الخضر علیه السلام و خضر علیه السلام ایستاده است من عباده از بندگان ما آتیناه رحمتا ما به او رحمت عطا کرده بودیم این بندی هم تو عادی نبود یعنی رحمت اینجا به معنای نبوته او را پیغمبرش قرار داده بودیم من عندنا از نزد خود ما و علمناه من لدنا علم از نزد خود ما او را علمش داده بودیم یعنی با او را مخصوصا با تعلیمش داده بودیم میگه الله تعالی قال له موسی برایش گفت که هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا مایلش من قطعی تو هم صحبت شوم برای من علم بدهی اون علمی را که الله تعالی مثلا برای تو دادگی است یعنی که یک علمی که مثلا به توفیل من به خیر رسم من به خوبی رسم چون که انسان به خیر اون وقت میرسد که علم داشته باشد که خیر از شر یا که شر از خیر جدا کرده تواند نه تو آخری خیلی قصه خیلی هم دراز است الى آخر القصه میگه شیخ التي ذكرها الله في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى در سوره کهف الله تعالی خبر داده است هذا اصل القصه این اصل قصه همین است فالخضر ما هو من امتی موسی یعنی برای چی خضر از شریعت موسی بیرون کار کرد خضر از امتی موسی نبود امتی موسی بنی
اسرائیل بود، این دیگر پیغمبر بود. لأن موسی لم یبعث الى الناس کافه، زیرا اینکه موسی به تمام مردم، به جمیع مردم پیغمبر شده، فرستانده شده نبود. فلذلك وسعه الخروج، از همین لحاظ باید توانست چیکار کردن؟ از شریعت وی بیرون کار کردنش. اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم فانه مبعوث الى الناس کافه، اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشد او را به جمیع مردم همچون کفایت کننده، بس کننده، یعنی که مبعوث گردانید، پیغمبر کرده، فرستانید. فلا يسع احدا الخروج عن شریعته، یگان کس را نگنجاید، یعنی که حق ندارد که از شریعتی این براید. و هذا فيه رد على الصوفية الذين يزعمون انهم يصلون الى حالة ليسوا بحاجة الى اتباع الرسل. این رد شده ایستاده است، این به مقابل صوفی ها رد شده، جواب شده ایستاده است. صوفی هایی که گمان میکنن که ویا به یک حالت حقیقت به گفته خودشون میرسن که دیگه ویا محتاج به پیروی از پیغمبران نمیشن، نه نماز بخونن، نه روزه میگرند ایدها. و انهم یاخذون عن الله مباشرتا، و یا فقط از الله اكو به پیغمبر مباشرتا، یعنی که به واسطه میگیرند، مباشرت به واسطه. ولا یاخذون عن الرسول، دیگه از رسول یگون چیز نمیگیرند. گفته چنین عقیده ها دارن این صوفی های گمراه. و یقولون، میگویند ان الرسل انما هم للعوام، پیغمبرها برای بیسواد ها و برای عوام ها هستند. اما الخواص فلا يحتاجون الى الرسل، اما مردمی با مخصوص، به زینه های مخصوص رسیدگی ها، به حالت های مخصوص رسیدگی ها، اینا محتاج دیگر رسول هم نیستند. لانهم يعرفون الله، چون که اینا الله را نزد میشناسن خودشون. و یصلون الى الله، با الله یعنی که رفته رسیدگی هستن اینها. و یاخذون عن الله مباشرتا، رسول حتی رتبهش میگه از پیغمبران بلند است. میگه پیغمبر چی؟ پیغمبر میگه به واسطه جبرئیل الله با وگم میزه، به واسطه جبرئیل بگم، با ما الله هم راست گم میزه. نعوذ بالله که میگه یگو آواز شنوایی و شنوایی شیطان گم میزنه، اختیارش به خیالش که الله. نعوذ بالله. هذا ما عليه غلاة الصوفية و یاخذون عن الله مباشر، به واسطه از الله میگیرن. هذا ما عليه غلاة الصوفية، این همان عقیده است که در همان، یعنی که صوفی های از حد گذر و تجاوزکار، از حد گذشتگی هستند. انهم يصلون الى حالة يستغنون عن الرسول صلی الله علیه و سلم، گویا که وایها به یک حالت و به یک درجه میرسیدن که به گفت خودشون به درجه نه که درکه و به یک حالت میرسند که وایها دیگه محتاج رسول نمیشن، یعنی که از رسول بی نیاز میشن. يستغنون ويخرجون عن شريعة، الشريعة پیغمبر میبرند. ولذلك لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون، برای اغلب صوفی ها میبینید نه نماز میخوند، نه روزه میگیرند، نه حج میکنند. ولا يعملون بما جاء به الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، برای همون عمل هم نمیکنند به اون چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورده است. لانهم خواص، اونا با گفت خودشون اینا مخصوص انسان، سپیس بگو که بزمون درسته، مخصوص انسان ها هستن که یقولون، میگن که ما نحن بحاجة الى رسول، ما محتاج رسول نیستیم. نحن وصلنا الى الله، ما به رسول اومده اکر رسیدیم. نسأل الله العافية، از الله سبحانه وتعالى یعنی که عافیت مندی، درستی و سلامتی تنجی میپرسیم. هذا قصة الشيخ من ذكر هذه المسألة، قصه قصد باید باشه، نه؟ هذا قصد الشيخ من ذكر هذه المسألة، يعني مقصد الشيخ شيخ الإسلام از ذکر کردن این مسئله همین در نظر دارد. هذا رد على الصوفية، این رد است، جواب است به مقابل الصوفی ها الذين يزعمون انهم يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، صوفی هایی که گمان میکنند که وایها میتوانند برآمدن را از شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پرسید که چرا؟ لانهم لیسوا بحاجة الیه، چون که وایها محتاج دیگر بر رسول، محتاج به پیغمبر نمی باشند. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.